بسم الله الرحمن الرحیم. درس 25 هست. کتابت العلوم در مورد نوشتن علوم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. قال ابن رجب رحمه الله، علامه ابن رجب رحمه الله میگه که و فی زماننا، و در زمان ما یا در عصر ما، تتعین كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رحمهم الله. این حال ای عالم میگه که در زمان ما رحمهم الله، میگه در زمان ما که هستن لازم هست یا تعیین میشه که سخنهای امامای سلف که با اونا اقتدا میشه تا زمان امام شافعی و امام احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راهوی و امام ابی عبید. یعنی عالم بیان میکنه که در جمله سلف تا امی وقت اینا در جمله سلف میرن که باید چیزای از اینا نوشته شود که اینا وقتشان از متقدمین هستن، سلف هستن که باز بعد از اینا خلف میاین. اما فی کتابت علومهم نحتاج الی شیئا، در نشر کردن علمهای از اینا ما به دو چیز ضرورت داریم. اول که عالم بشناسیم، اما عالمی که در او عصر زندگی میکنه که ای در جمله سلف باشه، هل هو على علم السلف ام لا، و هل تأثر بعلم الكلام ام لا، که آیا ای عالم از سلف هست یا نیست. مثلا صحابه و تابعین و تابع تابعین خوب بود، حالا بعد از این وقتی که عالم میاد تا زمان احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راهوی و اینا را ذکر میکنه، خب اینا در این عصر علما بسیار زیاد بودن، لکن علمایی که علمشان مهم است و مفید هست و از او استفاده بکنیم و یا عالم میگه که نوشته شود، او باید علمایی را نوشته بکنین علمشانه که او خود عالم شناخته شود که ای به امون منهج صحابه و تابعین و تابع تابعین باشه و ای را بفهمه که آیا متأثر به علم کلام شده یا نشده است. علم کلام یک خطر بسیار مشکلی که داره و این است که بسیاری کسایی که حتی بسیار مثلا کوشش میکنه که در منهج سلف باشه، لکن وقتی کتاب های منطق میخوانن در بعضی مدارس ایره میخوانن و بعضی ها مثلا کتاب های کلام میخوانن و بعضی ها کتاب های فلسفه را میخوانن، به شکلی از اشکال در این مرض مبتلا میشه. در این مرض چی میشه؟ مبتلا میشه. اگرچه خودش بعضی که بعضی کتابا رو باز ما و شما اگر آمدیم سر بعضی از علما و سر کتابا و گپاش مناهجش صحبت میکنیم، میبینیم که یک عالم منهج بسیار خوبه از داره و میگه که به منهج سلف صالح هستم، لکن وقتی پسان باز در محتوای کتابش بگه که در یگان جای متأثر شده به علم کلام. از این خاطر شرط اول امی هست که وقتی انسان نوشته میکنه از این علما را باید بفهمه که آیا عالم از جمله علمای سلف است یا متأثر به علم کلام است. اگر متأثر است کوشش کنه به کسی که متأثر نیست او را در اولویت قرار بده. ثانیاً وقت کتابت باید بفهمیم که تا کتابت تا چه وقت است؟ تا منتصف قرن سوم است، تا نصف قرن سوم. چرا؟ به خاطر که امام شافعی در 204 هجری وفات کرد، میبینین آغاز قرن سوم است، و احمد ابن حنبل که از در 241 وفات کرده، یعنی در نزدیکی به نصف قرن سوم است، و اسحاق ابن راهوی که است ای در 238 و همین قسم ابی عبید قاسم. امام شافعی را ما شما میشناسین که محمد ابن ادریس شافعی هست و امام احمد ابن حنبل هم میشناسیم، خود کتاب‌ها و تالیفاتش هست اینجا. و دیگه احمد ابن حنبل است که او احمد محمد ابن حنبل ابو عبدالله شیبانی و این هم میشناسیم. و دیگه از علما که هستن ابن راهوی اسحاق ابن ابراهیم که مشهور به نام ابن راهوی هست،
و دیگه ابو عبید هو القاسم ابن السلام هروی ازدی خزاعی که این در هرات در 157 هجری ای تولد شده و از بزرگترین علمای حدیث و ادب فقه است و در مصر در 2013 به خیالم که رحله سفر کرده به مصر در 2013 هجری و در مکه وفات کرده و از کتابهایش هم اینجا تالیفاتش هم ذکر کرده است. اینال علامه ابن رجب چی میگه؟ میگه ولیکن الانسان علی حذر مما حدث بعدهم. انسان میگه باید بسیار احتیاط بکنه کسایی که بعد از این آمدن، بعد از زمان امام شافعی، بعد از زمان احمد ابن حنبل، بعد از زمان اسحاق ابن راهوی، بعد از اینکه مثلا از 250 هجری به بعد، یعنی منتصف قرن سوم و بعد از این کسایی که آمدن، میگه در این قسمت انسان بسیار احتیاط داشته باشن. ولیکن الانسان و اهل حذر مما حدث بعدهم، بسیار احتیاط بکنن. چرا که حال دیگه میگه چی شده؟ فانه حدث بعدهم حوادث کثیره، میگه بعد از اینا حادثات بسیار زیاد شد. و حدث من انتسب الى متابعه السنه والحديث من الظاهریه و نحوهم، حتی کسای پیدا شدن که اونا هم خدا نسبت به قرآن حدیث میدادن. مثلا یک فرقت پیدا شد به نام ظاهریه و امثالشان. ظاهری ها کی است؟ ای از محمد ابن حزم اندلسی که رئیسشان است. مشکل از اونا چی است؟ اونا خود چی میگیرن؟ میگه که ما از قرآن و از سنت میگیریم، یعنی ظاهر قرآن و ظاهر سنت میگیریم. وقتی که آیات قرآن رو فهمیدیم، حدیث رو فهمیدیم. خب یک کسی براتون میگه که خب ظاهری ها خواهی قرآن گرفت، حدیث گرفت، اینا هم در بدعت داخل هستن. چرا؟ بدعت از اینا از بدعت دیگرها که خطرناکتر هست. ادعایشان خب مثل سلف ورس میگه نه، منهج سلف نیست. یعنی قرآن و سنت به فهم صحابه نمیگیرن. میگه من آیات قرآن استفاده میکنم، حدیث میگیرم. اما امی شخصی که ادعای قرآن و سنت میکنه، شرط سومیش که فهم قرآن و سنت به منهج سلف است. اینا به منهج سلف نفهمیدن، اینا به آرای خود پس برگشتن. آیت و حدیث میگیره مطابق فهم خود، نام خدا میمونه که مثلا من منهج من قرآن و سنت است. پس به مو کدام گروه رفت؟ پس رفت به مو اهل بدعت داخل شد. خب اهل بدعت هم مت میکنن، اهل بدعت هم گفتن آیت ما میگیریم، حدیث هم میگیریم، لکن به فهم خود این معنایش قبول نمیکنیم. ایشه مثلا لفظ است معنایش نیست. خب این هم شما هم به مو را رفتن. از این خاطر علما میگه احتیاط بکنین. خب ظاهریه و امثالشان، بعضی کسا هستن که ادعای سلف هم میکنن، لکن وقتی که بیایید پیشان پرسان بکنین هیچ وقت از صحابه را قبول نمیکنن. امروز هم بسیاری کسا هست، شما امرایشان بشینین بحث بکنین در مسئله ارتداد. مثلا وقتی که حروب رده را که ابوبکر صدیق، اگر گپای ابوبکر صدیق بگویی، بسیاری کسایی که خود منسوب میکنن به عقیده سلف، اگر تو عقیده ابوبکر صدیق رضی الله عنه و دیگه صحابه که همراه زنا بودن که به همراه مرتدین جنگ کردن، امروز که از مرتد گپ میزنی، از مرتدین گپ میزنی، از کسایی که منافق هستن از جا گپ میزنی، یا کلش در خوارج داخل میکنن. چرا؟ به خاطر این شخص خودش میگه که من به منهج سلف هستم، لکن در منهج سلف اما حکومت های طاغوتی از علمای درباری و طاغوتی استفاده کردن، اما افکار جهمی ها را و افکار معتزله را و افکار قدریه و جبریه را داخل کردن در منهج از اینا به نام چی؟ به نام اهل سنت. چون اونا در اونجا پیش طواغیت و یا شاگردای طواغیت یا علمای طواغیت درس خواندن. از این خاطر امروز بسیاریشان اصل بینه که وقتی از حروب رده ابوبکر صدیق گپ بزنیم اون رو گپ نمیزنه. امروز من سند کی میگیره؟ یک عالمی که امروز هست این فلانی شیخ خود تو گفت، فلانی شیخ خود تو میگه، فلانی شیخ فتوای شوتر است. اگه مجبوری که ابوبکر صدیق این تو میگه، عمر فاروق این تو کرده، مثلا خالد ابن ولید، اونها را کلشان انکار میکنه و باز خودتون متهم میسازن. از این خاطر چی میگن؟ میگه از این خاطر احتیاط بکنین کسایی که بعد از این آمدن. یعنی شما فکر بکنید که ابن رجب حنبلی رحمه الله
میگه شما در قسمت علمایی که بعد از منتصف قرن سوم هجری خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم که یا خیر قرون بودن و اینم زمانش این محدد میکنن تا کجا میگه میرسانشان تا زمان احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راهوی. اینا میگه بعد از اینا کسایی که آمده اند بعد از 250 هجری کسایی که آمدن در این قسمت میگه بسیار احتیاط بکنین. خب آل کسی که در 1300 و 1400 هجری و 1441 و 1442 کتابا و تعریفات نوشته کردن، در این باید چی بکنین؟ در این خب بسیار میگه احتیاط بکنین. چرا؟ میگه به خاطر ازی که وحدث من منتسب الى متابعه السنه والحديث من الظاهریه و نحوهم. در وقت بعد از منتصف قرن سوم هجری ظاهری ها پیدا شدن و امثالشان و هو اشد مخالفتا لها، یا مخالفتشان بسیار زیاد از به امرای سلف، لشذوذه عن الائمه. چرا اینا شاذ هستن، مخالف قاعده هستن، نه گپ ائمه اسلام میگیرن، نه گپ احمد ابن حنبل میگیرن، نه از امام شافعی میگیرن، نه از امام مالک میگیرن و نه از دیگران. و در پالی ازی و انفراده عنهم به فهم یفهمه، خودش میگه که اما چیزی که ما خودم فهمیدیم مخالف منهج سلف است. او به اخذ ما لم تأخذ به الامه من قبله، یا از جاهایی میگیرن که امت قبلی از اونا نگرفتن. این به نام ظاهری است، چیزایی را میگیره که اونا نگرفتن. الحذر من لیس له منهج السلف ولو اخذ بالکتاب والسنه مثل الظاهری. اینجا حذر از چی هست؟ یعنی میگه احتیاط بکنی از کسایی که ولو خود به منهج سلف نسبت میدن اما منهج سلف نداره. میگم کتاب و سنت یاد میکنه، ما از قرآن میگیریم از سنت میگیم، لکن به منهج سلف و منهج صحابه نیست. لان منهجهم غیر منهج السلف، انهم اخذوا بالظاهر حتى وصلوا الى الجمود. میگه اینا چی شدن؟ اینا میگه ظاهر گرفتن حتی به مسئله انجماد رسیدن، در حالی که سلفی قسم نبودن. فيجب عليك ان تاخذ من علم من السلف في العقيده والفقه والاخلاق وكل النظام الاسلامي، كل النظام الاسلامي. در صورتی که تو میگی که من به منهج سلف هستم، دیگه منهج سلف خب باید در کلش باید باشی. عقیدت از سلف بگیری، اخلاقت از سلف بگیری، سیاستت از سلف بگیری. امروز که در سیاست گپ بزنی کسایی آمده که میگه من قرآن سنت میگیرم، سیاست هیچ کار ندارم. چرا؟ آیا صحابه در زمان صحابه کلشان رهبرای سیاسی نبودن؟ کلشان مثلا خلافت اونا جور نکردن، وزیرا نبودن، قاده نبودن، اسلام رهبرای جهاد نبودن؟ امروز کل از اونا را چی میکنن؟ کل از اونا را سرش چلیپا میکشن و بازمن و اسلوب خود یک چیز جور کردن، فهم خود از قرآن و سنت. این باز میگه که فهم درست است، در حالی که کسی که در منهج سلف است باید کل نظام اقتصادی را از سلف بگیره، نظام سیاسی را از سلف بگیره، ببینه که صحابه چه قسم بودن، نظام اجتماعی را، اخلاق، تزکیه را، جهاد، دعوت، کلش به منهج سلف صالح باید بگیرن. این حالا اگر کسی این نمیگیره، بناهن در این قسمت انسان باید در این منهج بسیار محتاط باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.